ورقتون رو خونید. سلطو کنید. سلطو. مرحمت زیبا سنم رقم 1 سلطو کنید. نفهمیدم چی؟ سلطو کنید. من نمیتونم. او زیبا سنم از عهده همه کار برآید. همین هم دشوار است مگر دلافروز ها؟ نشد. نمیتونه. سلطو رو نمیتونه. اوجاست. چه سلطو رو نمیتونه؟ نگاه کنید زیبا سنم رقم 1 سلطو چنین میشود. من باری اول و آخر برای شما نشون میدم. آفرین. همینه اول و آخرین بار. آفرین. زیبا سنمی رقم 2 چی بوده؟ سوالشون. مرحمت. سنبقه شوید. بلندتر. سنبقه شوید. مرحمت. سنبقه شوید. میبخشید. من زیبا سنم یا زیبا سنبقه؟ زیبا سنم باید از عهده همه کار بی چون چرا برآید. مگر همین دشوار است؟ من نمیشم. نگاه کنید فاروق مجبور بشی با خودت شدی. نگاه کنید اولین و آخرین بار. زیبا سنم سنبقه را نمیتونست است. این خیلی میشود. زیبا سنم رقم 3 عدیه خان. سوال شما. مار شوید. مار شوید. مرحمت مار شوید. وای اوجاست. من از مار میترسم فاروق. من نفهمیدم. مرا گفتن که این میره سوال را خود چون جواب میتین. دلافروز در عرفیت میگن که مار از مار نمیترسد و مار میشید. نمیشه میگوید. نمیشه با؟ نه. دختر اسپانسر. این خیلی که باشد همه کارهای آن شرطهایش به شما میآید ما خودمان اجرا میکنیم. تشکر عدیه بانو. چقدر شما ماری عجایب شدی. دلافروز گمان میکنم اگر من لبم رو پماد کرده کسمیتی که میکردم همه اسمس ها رو خودم میگرفتم. به اعضای حکمان سخن رو میدیم. آقای بلبلیا. بسیار خانمای قشنگ. خیلی خانمای قشنگ را بار اول میبینم. در افغانستان بسیار خانم‌ها قشنگ هستند، مثل که دخترم میبینی و دختر مانند است. این خیلی دخترها را بار اول میبینم. همه خانمه که موی سر زرد است باور کنید 90% به مرد مانند است، 10% به زن. بله درست. بعد بسیار از همین خانم اول از که بسیار دیدم کمتر تابم خیره شد. بچه خاطر با اون خاطر که خانم آقای دلافروز این میبخشید، خانم دلافروز میبخشید. در این تاجیکستان اخلا طفلی نباشد کلوش نیست. درست. راست میگه، راست خیلی کردید. خواهش میکنم این کمبودی ها را به نظر بگیرین. خانم دلافروز شما را در افغانستان بسیار دوست میدارند، چهره زیبا داری. وقتی که راه میگردی قدم میزنی دل من تب میزنه. بگو که برای چی؟ برای آنکه میترسم که بار اول می وقتی که راه گشتن با پشت نزنی. رحمت، تشکر. آقای فاروق لبیک. شما بسیار در افغانستان شما را بسیار دوست میدارن. رحمت. میدانی در کدام حالت شما را دوست میدارن؟ وقتی که اینها میگردی بسیار خوب را میگردی. و حالا سخن را به اعضای حکمان خدای قول توی قلف میدیم. من راستی که همه زیبا سنمی رقم یک خود بیاجن بسیار دختری نقص لباسوش گفته که تنده توشش قطعه یکی همه کمزولی همه زنی ما هم داره همه خیلی سور راستی که همه خانه در وقتی این دوکای همسویه میبینه دیده برابر بس واقعات و جاقسته میدرنده سر لباسش گفته که یکی ماهی دخترک یه چی خفا چی کم بودی داشتن؟ همه در آمدن در نامر تلفنش مادر دروغ داد توقری دادن نرکار زیبا سنم رقم دو دخترک بنهایت سر لباسش خودش دا گفته که دخترک خوب قد و قامتش هم بنهایت زیبا یکی این خیلی دخترها را بیشتر مردم ولایت ختلان کلید میکنن. برای چی؟
چه؟ برای چی؟ برای پختچینی. رحمت استاد خوب قید کرده درست انا کرده. قد بلنداش برای چی؟ قد بلندا را بیشتر مردمی غرم کلین میکنن. برای چی؟ برای سیوچینی. انا زیبا سنمی رقم 3 عادیا جان بین یا دختر وای سر لباسش خودش دا گفتگی نه که همین دختره که وقتی من نگاه میکنم با بگم که همین شاوی درست خواب کردگی نیست. استاد یک چیز رو قید کنم که این زیبا سنم رقم 3 آن معاشایی که به شما میبیاید از دستی پدری همین کس میگذرد. ها نباشه بین نهایت مدام معقول شده همین دختره. وقتی که همین دختره که ما دیدم راستیگه مخلصه عزیز مرا خدا رحمتی لودمیلا گورچین که پیش نظرم آمد. شما هم گپ نیست. سلامت باشید. رحمت استاد رحمت. خب حالا سخن به روانشناس استاد ورزیده جمهوری دیزاینر و اینچنین پریکماخر غیرت اتکورف داده می شود. تشکر. اگه جای باقی من این کس استاد سخن کردن میهمان از جمهوری اسلامی برادری افغانستان من این کس بسیار استاد درست قید کردن. اگه من همه زیباسانمون نغزو ما یک تا وک شدگی سالن پشانه حسن از این خانم خواهش میکنم که یک بار آمده بیان اونجا به یکم بار من همون طرز درست هوار نگاه داشتنی موی رو من بی پول به اونها هدیه میکنم. چه خیلی بوده است؟ من مثلا مثل من همین طرز مو من همین نرسکی میافتد. رحمت نرسکی میافتد؟ بله. فاروق به فکر شما پریچوسکای وکس چی نام دارد؟ پاورودا منش کن. بله. نه با فکری من کروگاوای 82. بله راست کوشش کنن که آیند همکاری میکنید. تشکر برای من. خب به فکرم استاد با چی سخنی دارن؟ یک سخنی که میگیم برای همین مویسر برادر در افغانستان خیلی مویسر آزماد هستند. بعد مویسر برادر خدم بسیار رفت آمد دونیم مویسری هم بسیار مویسر خوب است. مویسر را میدونی چی میگن؟ نه پایلیچ. رحمت بله تشکر. خوب قید کرده استاد. پروادید کردیده. تشکر. خب اینک حالا میگذاریم به دور نهایی یعنی به شرط سیومی برنامه ایمون. تستر خوش میکنم. خب این هم باشد خواندنی سرود یا که خواندنی شعر یا اینکه ترانه زمزمه کردن ترانه. مرحمت زیباسنم رقم 1 شما که معنای بلند مضمونی بلند داشته باشد. کاش مادر از جهانی بینشان قدرت می بود که سر برداشتی دیده من را در سری دامن خود سر جادی بر فلک افراشتی. آه مادر با زبانی کودکی میکشادم بر تو از خب دلم. رحمت تشکر. یک کف برای همین کرد خانم زیبا و زیباسنم رقم 2 میدگل مرحمت. شعر میخونید یا سرود؟ شعر. مرحمت. شعر از استاد رودکی. چون تیغ به دست آوری مردم نتوان کش نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این تیغ نه از بحر ستمگاران کردن انگور نه از بحری نبیزه است به سرخوش. تشکر رحمت. و حالا سخنی نوبتی بعضی باسنم رقم 3 عادیا خان داده می شود. مرحمت قرائت شعر. من شعر نمیدانم سرود میخونم. سرود میخونید؟ مرحمت سرود خونید. من شعر نمیدانم سرود میخونم. سرود معنای بلند داشته باشد. چقدر حسنی خدا داده طبیعی. این دختری رئیس هست؟ بیا دستگیری میکنید. بهترینی دل نشینی چه شیرینی و نمیرم برای تو نمیدانی و آیا میدانی از آسمانی توفه پاکی از خدایت و بهترینی دل نشینی چه شیرینی درو یافتی بیا درو چودی سا نانی آفرین چقدر با مضمونی بلند سراییده شد. در یک لحظه بودی زبان و از حالا سخن را به اعضای حکمان میدهیم. راستی که همه دخترها که برای همه گپ ندارم بینهایت سرودشان نسخرایت کردن. همه دختری یکم میگه پلک خندگی زورخان دویمشم به نظرم چون تیغ همه جاده هم باید کمتر بروتر خواند همه تیغ نمید را برد سیمش ده همه ویری و تیبی هم بینهایت مدام معقول شد. زنده باشه. مرحمت استاد خود اگر یکم پلاسافی دیگه داشته باشه.
نه تشکر. به هر حال بسیار درست قرائت کردن. خانم یکم خانم دوم میتونن که باز کوشش نمایند. به نظر میگیریم. خب به دور نهایی میگذارم، یعنی شرط چهارم به شرط سوال ها. سوال با زیباسنمی رقم 1 قطبیه خان آماده هستید؟ تستر خوش میکنم. اولین کیهانورد کیست؟ یوری گاگارین. کی؟ یوری گاگارین. خطا گفتید. لایک ایبلکا ساکچه و پیشاکچه. قرصک از چند طرف می شود؟ دو طرف. از دو طرف؟ از یک طرف هم می شود. خب میخ زرین تک زمین. سبزی نه گلمیخ. دو تار چند تار دارد؟ دو تار نه 3 تار دارد. با دستش 3 تار. تنیسیست زنی مشهور ماریا شراپووا. بلندتر گپ زنید. ماریا شراپووا. خطا گفتید. خاصیت ارتقوا. نوشاکی قیمت ترین. کوکاکولا. نه. سوساسولا. چی؟ سوساسولا. با چی؟ چه با چی؟ ماشینه قیمت ترین. لکسوس. چه لکسوس؟ BMW. حافظه خوشاواز دنیا. شاکیرا. زیباسنم رقم 3 عادیه با شما آماده هستید؟ خب آدم چند چشم دارد؟ چی؟ آدم چند چشم دارد؟ 2 تا. اینقدر سوالای مشکل ها. آفرین. آدم چند دندان دارد؟ 40 تا. چند تا؟ چند تا؟ 40 تا. دیلافروز من گمان میکنم اگر آدم 40 دندان میداشت به مانند اژدها میشد. در تیرزه چی رو میآمیزند؟ کلیانکا. بله در زمستان کلیانکا رو میآمیزند. آدم وقتی که تشنه میماند چی می نوشد؟ کولا. باز یاگوار. باز جینتونی. آفرین. شوهر مادر پیاندر. کی؟ چی خیل؟ برای چی پیاندر؟ پیاندر؟ از شما پیاندر. از ما پیاندر. چی فهمیم؟ او شبا پیان میاد پیش درد خواه. آفرین. 2 جمع 2 5. راست یکی بریاد کردی 5 بشود. طرفای بهترینی تیسل. ملادس. باز دگونه ها. یعنی آفرین و یاران خند زنید. کودک در چند ماه تولد می شود؟ 9 ماه 12 ماه. چرا 12 ماه؟ اگر گوشت از خورده باشد 12 ماه. می ترسم که گوشت فیل نخورد. عشق چیست؟ چی؟ عشق. پول. ایستگاهی که 24 ساعت کار میکند. خرابالا نه که من اینجا نیستم. خب غالب آزمان معین گردید. این که هم باشد دختر سپانسور. زیبا سنم ادیما. آنم تاج زرین است شما. مرحمت بی. نه من در تاج در کار نیستم. چی؟ من در پوتیوفکا فرانسیا. کجا؟ فرانسیا. پوتیوفکا؟ هیچ گپ نیم. مرحمت منم. پوتیوفکا از شما. تشکر. خوش آمدید. نوریده تاج سر. خیلی میگویم هر آغازی را انجام است. بیا خیلی خوب شد. باید پوتیوفکا فرانسه نبود. پوتیوفکا 12 روز شهری توز بود برای تربوز چینی. با یک هفته به زواد خیمیایی یوم بود. پوتیوفکای فرانسه رو تاج زرین از من. این پوتیوفکای فرانسه هم از من میروم. چرا تو؟ چین. چرا مانه و من برای که پروژکتی من بود. همین که از همین بهترش از همین یک ترانه خودم نمانم باز کی داد من میدونم پروژکتی من بود. غریب شو کمپانی یک قرصک بزنیم با افتخاراشون. صحنه حجبی بود در اجرای غریب شو کمپانی و اگر به شما این صحنه پسند آمده باشد پس در حال SMS فرستید. رقم این گروه 04 است در روی خط.